آدم عاقل آن آدمی که به گناه و کمبودی خودش مشغول شود از جستن کمبودی دیگر. یک کس دیدید که کاری خطا کرد، بله نصیحت کنید، امری معروف کنید، نهی منکر کنید. یکی یک قلم و دفتر گرفته گناه مردم روی خط کرد نگرده، گناه خودتون روی خط کنید. یک دنیا هست، بعد همونو کم کم چخیل کرده کم کنم بدروید، علاجش یابید. عاقل آن آدمی که عیب خودش او را مشغول کرده است از جستجوی عیب دیگرها. شما خودتون رو پرسیده میشید برای هر یک آدم الله تعالی دو تا فرشته دادگی است. این کمش دو تا فرشته ای که کرامن کاتبین، اینا عملهای صالح و عملهای بدی آدم رو می نویسن. هر یک حادثه و سخن و فعلی که از شما صادر شد همشه می نویسن. یعنی هر یک آدم فرشته است. بعضی علما میگن که از همین روزی که در شکم مادر کودک پیدا شد یا عموما از روزی پیدایشش از عالم ارواح شروع کرده تا به جنت درآمده شد، 21 فرشته برای یک آدم موکل است. یعنی 21 فرشته وابسته هست برای همین آدم گناهش و ثوابش روی خط کردن، غیر از این دو کرام الکاتبین عموم. شما که گفته است 20 سال که گناهی فلانچه روی خط کنفته، اپی خودتان شوید و گناه که دیدید نصیحت کنید، امری معروف کنید، نهی از منکر کنید. کاری کفر دیدید به مردم بیان کنید به قدر امکان.